از مرگ فوجوی آوازخوان جوان دمیربک اولیموف یک سال گذشت. رشته عمر دمیربک شب 5 فوریه سال 2022 در یک صدمه در راه بازگشت به خوجند از یک معرکه در طرف شهر گلستان کنده شد. او همگی 33 سال داشت. این حادثه در نوار خبرهای میلیسیا چنین درج شده است. شب 5 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه راننده افت تمغه خونده CRV اولیموف دمیربک بوتوروویچ سال تولدش 1989 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه موشنگرد خوجند سمغور به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته از راه موشنگرد به قسمت شغلپوش همشفت راه و بعدا به ساروی پیوسته برای موشنگرد برآمده یک چند مرتبه چپ شد. در نتیجه صدمه آوازخوان در جای حادثه به هلاکت رسیده. دو عضو گروه ایجادیش مجروح شدند. مطربان زنده مانده بعدا بیانات دادند که او مست نبود و صدمه وقتی رخ داد که دمیربک در حال اداره ماشین میخواست در تلفنش ثبت نو و هنوز ناتمام خود را بر پایه متن شعر کلاسیک عبدالسعید ابوالخیر به شکل نیایش به خداوند تهیه شده بود شنواند و نظر همکارانش را بفهمد. دمیربک اولیموف را خود همان روز 5 فوریه در زادگاهش شهرک غونچه مرکز نویه دیوشتیج با کفکوبی به خاک سپاریدند. پدر او باتور اولیموف در مراسم دفن از مردم گرد هم آمده خواست که پسرش را برای آخرت با کفکوبی گسیل کنند. بعد این التماس پدر غمزده دمیربک موج کفکوبی میدان را فرا گرفت. به این ترتیب مراسم وداع با آوازخوان آخرین بنفیس او شد و موج کفکوبی ها در بغل دمیربک رهسپار آخرین سفر خود سفر آخرت شد. دمیربک اولیموف نخستین هنرمند تاجیک نیست که در صدمه‌های نقلیاتی جان دادند. سال 1979 مقدس نبیه سال 1991 نرگس بندیشوی و سال 2020 بهرام غفوری بر اثر صدمه جان خود را از دست داده هواداران خود را غرق ماتم کردند. استا قدم مشرف و مستبک پلایف دو شیرینکار معروف تاجیک که با تخلص‌های استا و مستان نام برآورده بودند نیز در اولهای سالهای 80 در صدمه نقلیاتی جان باختند.